الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادری از ما سوال کردند که بارک الله فیکم، در زمان حضرت نوح این طوفانی که به وجود آمده است به قدرت الله رب العزة والجلال، آیا تمام زمین را طوفان در بر گرفت؟ طوفان تمام زمین را آیا غرق کرد یا که یک مکان مخصوص را؟ بارک الله فیکم. وقتی که ما نظر به سوره هایی که در موضوع طوفان میکند، به مانند سوره قمر آیت 11 و 12 یا که سوره هود آیت 43 و دیگر سوره هایی که دلالت بیان قصه حضرت نوح و قصه غرق شدن طوفان اون زمان را میکند، وقتی که نظر میکنیم همه این تفسیرها بیان میکنند که طوفان تمام زمین را غرق کرده است. یعنی طوفانی که در زمان حضرت نوح علیه السلام به وقوع پیوست، این تمام زمین را در بر گرفته است و غرق کرده است. خیلی که علمای تفسیر و غیر علمای تفسیر در فهم قرآن عظیم آشکار و صراحتا این سخن را بیان کردند. در تفسیر قول الله رب العزة والجلال سوره هود آیت 43 و اینچنین سوره قمر آیت 11 و 12 میگن: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا عاصم اليوم من امر الله لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. یعنی در این روز هیچ کسی از امر الله نجات نمییابد مگر همان کسی که الله رحمتش نماید. این یک آیت. و آیت دوم: ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عیونا. دروازه های آسمان را باز کردیم با آبهای منهمیر، یعنی زیاد ریزنده، و زمین ها را با چشمه ها انفجار کردیم. یعنی الله رب العزة والجلال بیان میکند که ما طوفان را از دو راه به وجود آوردیم. الله امر میکند آسمان را که به نهایت باران شدید بارد و زمین را امر میکند که چشمه ها از زمین منفجر شود و چشمه های زیاد با آبهای زیاد بیرون آید. علما و مفسرین در تفسیر این آیه میگن که ای صارت الارض كلها عیونا، یعنی این آیت دلالت میکند که تمام زمین چشمه شد. چرا که در این آیت الله رب العزة والجلال گفته است که من زمین را امر کردم که از تمام مکانهایش چشمه ها منفجر شوند. یعنی عموم است، این آیت عموم است و دلالت میکند که چشمه ها از همه جای مکانهای زمین منفجر شد و تمام زمین پر از آب شد. بارک الله فیکم. پس در تفسیر ابن کثیر اینچنین آمده است در قول الله رب العزة، در تفسیر قول الله که وهي تجري بهم في موج كالجبال أي السفينة سائرة به على وجه الماء الذي قد طبق جميع الأرض حتى طفت على رؤوس الجبال. یعنی این آیت میگن در مسئله کشتی حضرت نوح هست که کشتی حضرت نوح بعد از طوفان در بالای آب به نهایت در طوفان میگشت، در بالای طوفان میگشت تا همان زمانی که آب خشک شد و کشتی حضرت نوح در بالای یک کوه ایستادگی کرد. پس ابن کثیر میگویند که کشتی حضرت نوح در این مدت تمام زمین را دور زده است. و در تفسیر لباب صاحبش که نعمانی هستند میگن که وعم الطوفان جميع الارض طولا وعرضا.
طوفان زمان حضرت نوح تمام زمین را در بر گرفت، هم درازی زمین را و هم وسیعی زمین را. یعنی زمین را هم از نظر بر و هم از نظر درازیش این طوفان حضرت نوح در زمان حضرت نوح شده در بر گرفت. و این چنین در تفسیر التحریر و التنویر که نویسندهش مؤلفش ابن عاشور هستند رحمه الله میگن که و فی زمن نوح و قد وقع الطوفان على جمیع الارض، در زمان نوح طوفان به تمام کره زمین واقع شده است. و این چنین در قصص انبیاء ابن کثیر در کتاب قصص انبیاء خود میگن که و عم الطوفان جمیع الارض طولها والعرض سهلها وحزنها وجبالها وقفارها ورمالها ولم يقع على الوجه الأرض ممن كان بها من الأحياء عين تطرف ولا صغير ولا كبير. یعنی طوفانی که در زمان حضرت نوح علیه السلام به وجود آمد جمیع کل تمام زمین را در بر گرفت، کوههایش را، زمینهایش را، قومهایش را، و در زمین هیچ جای خالیگی از این طوفان نماند و هیچ کسی در زمین زنده نماند، همه وفات کردند غیر از همون کسانی که به کشتی حضرت نوح علیه السلام سوار شده بودند، از نوح علیه السلام اهل عائله و کسانی که به نوح ایمان آورده بودند. مفسرین میگویند که کسانی که ایمان آورده بودند ابن کثیر میگن 82 نفر بودند، 82 مرد با زنهایشون، و بعضی مفسرین دیگر میگن که کسانی که به حضرت نوح ایمان آورده بودند و با همراهی حضرت نوح به کشتی سوار شدند 72 نفر بودند. و اما غیر از اینها دیگر انسان به کشتی سوار نشد و در روی زمین زنده نماند، همه باقی وفات کردند و مرگ به سراغشان آمد. و البته نوح علیه السلام با همراهی خود به امر الله رب العزت و الجلال، آیت صریح خیلی که آمده است نص قاطع، از هر یک نمود حیوان دو جنسش را گرفتند، یک جنسی زنانه و یک جنسی مردانه، یک جنسی یعنی مادینه و یک جنسی نرینه را گرفتند. بارک الله فیکم. یعنی از انسان هایی که ایمان آورده بودند یک جنسی زنانه و یک مردانه، و از حیوان ها یک جنسی نرینه یک جنسی مادینه را به کشتیشان سوار کردند که تا نسل در این زمین ادامه یابد. و خیلی که از ابن عباس روایت میکنند و از دیگر صحابگان و از دیگر مفسرین که تمامی کسانی که به کشتی با حضرت نوح علیه السلام سوار شدند همه اشان وفات میکنند، بعد از اینکه از کشتی میفرند و بعد از اینکه به خشکی میروند وفات میکنند. یک قول اول یا قول دوم این است که از اونها زندگی میکنند و از اونها فرزندی به وجود نمیاد، همشون وفات میکنند. عموما نسلی بعدی، نسلی که بعد از حضرت نوح علیه السلام به این دنیا آمده است، همه اش از ذریه حضرت نوح هستند، از دیگر انسان‌های دیگر ذریه نیست. تمام این دنیا از ذریت حضرت نوح میشد. برای همین میگن که یکی از پدرهای این عالم آدم علیه السلام هستند و پدر دوم این عالم این نوح علیه السلام هستند که بعد از طوفان از 3 فرزندشان حام، ثم، یافث این تمام دنیا به وجود آمده است. و از مؤمنانی که در زمان حضرت نوح بودند هیچ کسی هیچ ذریه به وجود نآمده است. بارک الله فیکم. این چنین محمد امین شنقیطی در تفسیر اضواء البیان ذکر میکنند که این واقعه طوفانی که در زمان حضرت نوح علیه السلام به وقوع آمد به عمومی زمین بود و هیچ کسی از این خالی نموند. اما شبهه وجود دارد. یکی از برادران به من گفتند که اگر این خیل باشد، حیوان‌هایی که امروز در عالم می‌بینیم به مانند خرس سفید که تنها در یخبسته شمال زندگی میکند، چگونه میشد که حضرت نوح این حیوان‌ها را به کشتیشان سوار نمایند و در کشتی این حضرت نوح شاید این حیوان زندگی کردن نمیتوانست، البته وفات میکرد. این چنین سخنها و این چنین شبهه زیاد است. بارک الله فیکم. البته ما میگیم که برادر عزیزم، اولا ما هیچ نفر از ما عقیده نداریم یا که تأکیدا متأکد گفته نمیتونیم که تمام نمود حیوان ها پیش از طوفان خلق شده بودند و در این دنیا وجود داشتند، به مانند خرس سفید. سوال به وجود میاد که آیا خرس سفید
پیش از آمدن حضرت نوح پیش از طوفان وجود داشت یا نجاشت، یا که الله رب العزت و الجلال بعد از طوفان بعضی از چیزها رو به این دنیا نازل کرد، مقصد خلق کرد. البته این سوال غیب است، هیچ کسی جواب داده نمیتواند، احتمال در هر دو حالت وجود دارد. و چیزی دیگر اینجا است که اگر ما بگوییم که الله رب العزت و الجلال خرس سفید یا دیگر چیزهایی که وجود داشت از حیوانها، تمام نمود حیوانها رو پیش از طوفان به وجود آورده بود، خلق کرده بود، خیلی که آیت به این عموما دلالت میکرد که الله زمین را و تمام چیزهایی که در بین زمین است در مدت 6 روز خلق کرد. اگر بگوییم که تمام حیوان ها خلق شده بود، ما می توانیم بگیم که الله رب العزت و الجلال به نوح امر کرد که از هر نمود حیوان بگیرد و حفظ کردنش در درون کشتی این به قدرت الله رب العزت و الجلال بود. یعنی چگونگیش این به قدرت الله رب العزت و الجلال بود. الله رب العزت و الجلال پادشاه مطلق و ملک مطلق و رب و اله مطلق تمام موجودات و حیوانات و تمام چیزهایی که در این روی دنیا هستند قادر بود و قادر هست که به این حیوانات ها امر نماید که به کشتی آرامانه داخل شوند و در درون کشتی به اونها طبیعت دیگری را بسازد و اونها را زنده نگه دارد. و البته این از قدرت الله رب العزت و الجلال است. گرچنده که بعضی از حیوانات ها از منطقه خنوکی به گرمی آیند وفات میکنند، لیکن الله قادر است که یک روز اونها را در گرمی بیارد و زنده نگه دارد. پس ما نباید در این مسئله ها چکنیم گفتگو زیاده بکنیم و این مسئله ها از تکلیف ما نیست که الله ما را امر نکرده است که این مسئله گفتگو بکنیم که کدام حیوان ها بود نبود، لیکن ما عموما میگیم که طوفان در بجمی زمین است و به قدرت الله رب العزت و الجلال الله کسی را که خواست، حیوان را که خواست، نجات داده است. بارک الله فیکم.